مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دو صدمه مرگاور در جنوب این جمهوری خبر داد. بنا به این منبع شب 23 ینور تخمین ساعت 22:30 دقیقه راننده ماشین تمغه دیو سیلا تباروف سمریدین سال تولدش 1999 ساکن نویه فرخور هنگام حرکت در راه ماشینگرد این نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به ماشین تمغه اوپل ویکتور تحت اداره محسدینوف باباجان سال تولدش 1974 ساکن امین نویه برخورده است. در نتیجه صدمه مسافر اوپل ویکتور ولی و نگینه سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه و فرزند خورسول راننده اوپل محسدینوف یوسف جان سال تولدش 2016 ساکن نویه فرخور جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شدند. متاسفانه خورسول محسدینوف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین روز 24 ینور تخمین ساعت 12:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل ویکتور عمروف شیر محمد سال تولدش 1986 ساکن نویه وخش هنگام حرکت در حدود نویه ذکر گردیده از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به ماشین تمغه فورلند تحت اداره راننده غایبوف تاجدین سال تولدش 1986 ساکن امین نویه برخورده است. در نتیجه مسافر اوپل ویکتور عبدالرحمانوف سیفیدین سال تولدش 1960 ساکن نویه وخش جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این دو حادثه ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری صدها نفر هلاک یا مجروح می شوند.